long بلدی. یعنی چی long؟ باریکلا بلند و دراز و اینا. نه این جمله ای که میگم معنیشو به من بگو راحت. میگم it was long thought that. thought یعنی تصور کردن. برو ماشاءالله. it was long thought that. بگو دراز تصور میشه. خیر دقت کن. ببینید بچه‌ها یادتون باشه واژه لانگ علاوه بر معنای بلند یه معنای دیگه داره به معنای مدت‌ها یا از دیرباز. قرتیش میشه از دیرباز. پس وقتی من به شما میگم it was long thought that یعنی مدت‌ها تصور میشد، از دیرباز تصور میشد. شد یکی دیگه مثلا به شما میگم it is long since I have last seen you. یعنی چی؟ یعنی از آخرین بار که من تو رو دیدم مدت ها میگذره. حله.